وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه في الشهر رمضان. فواید ماه شریف رمضان رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودشان در حدیث به ما و شما بیان کردند که آدمی روزدار چه حالت دارد، چه اجر ثواب دارد، در حالت روزداریش در کدام حالت است. رسول خدا میگه هر وقتا که شخصی روزدار از خوابش بیدار شود در ماه شریف رمضان و تحرک فی فراشه، در جاگه خوابش بجنبه، و تقلب من جانب الى جانب، در شب خوابش یا در روز که خواب میکنه روزدار از این طرف به این طرف، ای پهلو به این پهلو، وقتی که روزدار میگردد فرشته ندا میکرده است، فرشته ندا میکرده است یقول له ملک قم بارک الله فیک و رحمک الله، خیز رحمت کند تر خداوند پروردگار جل جلاله و خداوند جل جلاله در تو برکت عطا کند. فاذا قام بنیت الصلاة، وقتی که او شخص روزدار گرسنه به نیت نماز خواندن از جاگه خوابش وقتی که حرکت کرده میخیزد، فرشته ندا میکند و یقول، فرشته میگوید در حق او بنده که یدعو له فراش و یقول اللهم اعطیه فرشة المرفوعه، خدایا یک جاگه در جنت برای این بنده تیار بکن. و اذا لبس ثوبه، وقتی که شخص روزدار لباسش که پوشید، کرتو مثلا که ازارش پوشید، یدعو له الثوب، پوشاک بدنش در حق او روزدار دعا میکند و یقول، میگفت است که اللهم اعطیه من حلل الجنة، خدایا از لباس ها از حله های جنت بری بندت نصیب بگردان. و اذا لبس نعلیه، وقتی که روزدار پاپوشیش که میپوشد برای نماز خواندن میرود، تدعو له نعلاه، او پاپوشی ها با او بنده در حقش دعا میکردن و تقولانی میگفتن که اللهم ثبت قدمیه علی صراط، ای بارا خدایا قدم های این بنده ات را بر پول صراط خدایا استوار نگه بدار. و اذا تناول الاناء یدعو له اینا، وقتی که کاسه مثلا که خواب طعام یا کاسه شربت یا آب یا چای به نزد خود که میقپد میگیرد، اون ظرف در حق او بنده دعا میکرده است، میگفته است اللهم اعطیه من اکواب الجنه، خدایا از ظرفهای جنت به این بنده ادروزی بگردان. و اذا توضأ یدعو له الماء، و وقتی که او بنده طهارت میکرده است، آب همون طهارت شم در حق او بنده روزدار دعا میکرده است و یقول، میگفته است که اللهم طهره من الذنوب والخطایا، آب در حق روزدار دعا میکرده است که خدایا این بنده روزدارت را سهو و خطای ایره، خطاهای او را، گناههای ایره خدایا تو ببخش، ایره پاک بساز. و اذا قام الى الصلاة یدعو له البیت، وقتی که طهارت کرد به بالای جای نماز ایستاد، اون خانه در حق او بنده دعا میکند. نماز نافله باشد، نماز فرض باشد و در مسجد حاضر شد، مسجد هر یک اشیایی که خواه ستون و در و دیوار مسجد، قالین های مسجد، همه در حق او بنده روزدار دعای نیک میکرده به دستیان و میگفته به دستیان و یقول اللهم وسع قبره و نور حفرته و زید رحمته، خدایا قبر این بنده ات را با مثل همین خانه و مثل همین مسجد کشاد بگردان و چاه گورش را خدایا روشن بگردان و زیاد کن رحمتت را بری بنده ات. و ینظر الله تعالی الیه برحمتی، خداوند به نظر رحمت با او بنده روزدار نگاه میکرده است. و یقول، و میگفت است عند دعا یا عبدی منک دعا و من الاجابه، خداوند جل جلاله ندا میکرده است
بنده را میگفته است که ای بنده من، بنده روزدار، بنده نمازخوان، بنده که روزه صادقانه و مخلصانه داشته باشد، بنده که از شرور و فتنه دور باشد، او بنده مسلمان واقعی را خدا ندا میکرده است که یا عبدی منک دعا و من الاجابه، ای بنده من از تو دعاست خواندن است و از جانب من خدا میگه اجابت است. و منک السؤال و من النوال و منک الاستغفار و من الغفران. خداوند میگه است که ای بنده از تو سؤال کردن و از من برآوردن حاجات تو، و ای بنده از تو استغفار طلب مغفرت است و از من، از جانب من خداوند میگه بخشیدن تو است و مغفرت کردن تو است. این حدیث هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن در حق اون کسانی هست که روزه ماه شریف رمضان بدارن، به طاعت عبادت روزه مخلصانه داشته باشند.